یک جای آروم رو انتخاب کن و دراز بکش. چشماتو ببند. یک نفس عمیق، دم و بازدم. آروم باش. این لحظه اختصاص داده شده به تو تا به عشق درون خودت وصل بشی و تمام عشقی که به دیگران میدی رو به خودت برگردونی. به تنفست آگاه باش. آگاهیت رو به سمت بدنت بیار. دستها، پاها، انگشتان، شانه ها، زانو، مچ دست و پا. از بدنت آگاه شو. حالا وقتشه درهای قلبت رو به روی عشق باز کنی. عشق رو در قلبت احساس کن. تجسمش کن و از اون لذت ببر. تو لایق عشق هستی. انرژی عشق رو دریافت کن. به تمام جهان انرژی عشقت رو ساطع کن. همه چیزهایی که توی زندگی داری، انسانهایی که توی زندگیت هستند، مکانهایی که میری، آغشته به نور منسجم عشق هست. به تنفست آگاه باش. نفس عمیق بکش. به بدنت آگاه باش. انرژی عشق در کل بدنت جریان داره. ازت میخوام به کارهایی که دوست داری انجام بدی فکر بکنی. اینکه میخوای به چه شخصیتی تبدیل بشی، چه افکار و احساساتی داشته باشی و چه رفتارهایی نباید داشته باشی. دستت رو روی قلبت بگذار و یک نفس عمیق بکش. قلبت سرشار از عشقه. به تنفست آگاه باش. هر وقت آماده بودی چشماتو باز کن. و یادت باشه هیچ چیز و هیچ کس مانع رسیدن تو به خواسته هات نمیشه.